بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحابته و من والاه و بعد. بینندگان عزیز ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این درس در تفسیر نور را اختصاص میدیم به شرح و تفسیر آیات 106 تا 110 سوره مبارکه البقره. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هرچند که در دست گذاشته مطالب بسیار زیادی را از اون را مطرح کردیم و مقدماتی را خدمت شما عرض کردم و با هم دانستیم که الله سبحانه و تعالی پس از اینکه بیان کرد که یهود برخلاف انتظاری که داشت وقتی احساس کرد که پیامبر از غیر خودشون هست راه عناد و لجاجت در پیش گرفتند و اون آیاتی که بشارت و مژده میداد درباره پیامبر اسلام رو پشت سر انداختند و بی اهتمام بی توجه از اون گذشتند، حتی دست روش میگذاشتند وقتی می اومدن تورات میخونن در حضور رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن چیزی رو به در بیارن یا در حضور صحابه هایی که مسلمان شده بودند و این گونه انکار حقایق میکردند. الله سبحانه و تعالی به تهمت و افترای بزرگی که به سلیمان علیه السلام و اینکه مرتکب سحر میشده است و از این را مردم را و انسان و جن ها و حیوانات و پرندگان را مسخر امر خودش میکرده افتضاح کرد و اونها را بیان فرمود. خب تا اینجای قضیه ما دانستیم که الله سبحانه و تعالی بعد از اون به ادب محاوره با رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازد و مؤمنین رو مخاطب قرار میده که مواظب رفتارتون و کردارتون و گفتارتون با جناب رسول صلی الله علیه و سلم باشید. اما آیات ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر رو ما باز کردیم و دونستیم که ممکنه تغییر حکم از تدرجی که درش هست، تدریجی که درش هست، از حکم سبک به سنگینتر یا سنگینتر به سبکتر یا حکمی موازی به موازی اون، بهانه دست دشمنان دینی بدهد، دشمنان دین اسلام بدهد که بیان مسلمان ها را زیر سوال قرار بدن یا اینکه شبهه ای وارد بکنند. اینجا بود که قرآن فرمود لا، اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. این ما هستیم که آیه را از بین میبریم یا پاکش میکنیم، یعنی حکمش را از بین میبریم، یا اینکه به فراموشیش میسپاریم برای شما که شما دیگه اون آیه را فراموشش بکنید و بهتر از اون یا مثل آن را میآوریم.
ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ولذا دیدیم که این سری مسائل توقعاتی رو و انتظاراتی رو داشت و که ایجاد شبهه میکرد از بین میبرد. و در دست گذشته مثال زدم براتون برای احکامی که ممکن نسخ شده باشه. بعضیا مثال میزنن از فقهای اسلامی در شرح و تفسیر این آیات، حکم سنگین سبک‌تر به سنگین‌تر مثل روزه عاشورا به روزه رمضان و سنگین‌تر به سبک‌تر مثل عده متوفی عنها از 1 سال به 4 ماه و 10 روز و حکم موازی و مساوی مثل تغییر قبله از بیت المقدس به بیت الحرام در کعبه مشرفه در مکه مکرمه. خب و دانستیم که حکمت این نسخ هم چی بوده؟ حکمت این نسخ این بوده که اثبات بشود که اون وحی قرآنی که نازل می شود کلام الله است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هیچ دخالتی در تغییر و تبدیل آن نداره. و این همین مفاهیم رو، همین معنا رو ما در چند جای دیگه هم میخونیم. در سوره العنکبوت هم میخونیم و در سوره هود و یاسین هم میخونیم، هود و یونس هم میخونیم و بارها قرآن کریم اینو متذکر شده که ای پیامبر شما در این قرآن دخالت و تصرفی نداری. اونجا که میفرماید و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، یعنی تو قبل از این نمیتونستی که قرآنی بخونی یا چیزی رو بخونی یا اینکه چیزی بنویسی ولا تخطه بیمینک، و این نشون میده که شما امی و بی سواد بودی، یعنی نمیتونستی بخونی و بنویسی، بلکه قرآن بر قلبت نازل میشد. و این برای کسانی است که اهل باطل هستند، برای اونهایی که یعنی ردی است و جوابی است و حجتی است قانع برای اونهایی که میخوان شبهه وارد کنند بر دین اسلام و در حقانیت قرآن کریم. آنجایی که فرمود الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر له ملك السماوات والارض ولم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. زیبا و جالب باید انسان مسلمان دقت بکند که همان گونه که حکم و سلطنت و فرمانروایی تمامی کائنات از آن الله سبحانه و تعالی است، خب حکم و فرمان نکن خلقش و ملکش و فرمانش از آن اوست، شریعت و دین هم باید واسه از آن او باشه. و به همین خاطر در جای دیگه میخوانیم الا له الخلق والامر. الا له یعنی آگاه باشید که از آن الله است الخلق والامر، یعنی آفرینش و فرمانروایی. اون خالق است الله سبحانه و تعالی و اون هم آمر فرمانرواست، اونی که دستور میدهد و دین برای ما تشریع میکنه، قانون گذاری میکنه. چون دین یعنی شریعت و شریعت یعنی چی؟ یعنی قانون. قانون الله بهش میگن شریعت. و همچنین در آیه که فرمود ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یک تحذیر و یک انذار شدید هست از سوالات غیر منطقی و از خواسته های غیر عاقلانه‌ای که ممکن است هر انسان مسلمانی ناخودآگاه یا آگاهانه به علت کمبود ایمان، ضعف ایمان و کمبود علم مرتکب بشود. ولذا الله سبحانه و تعالی بر حذر داشت، گفت مبادا سوالهایی بکنید یا طلبات و خواسته هایی از قضایای دینیتون از پیامبران و همچنین از مبلغان هم شامل میشه داشته باشید که حالت مسخره و شوخی داشته باشه، چون دین شوخی بردار نیست. و همچنین قرآن گوشزد فرمود که مبادا توطئه های دشمنان ضد دین رو، دشمنان دین رو ساده بگیرید. و من خود انذار میده برای بیداری مسلمان ها در خطر توطئه ها و نقشه های انحرافی که در برای جامعه اسلامی تراشیده میشه.
ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. این در زمان رسول الله صلی الله علیه و یک معنا و مفهوم خاص خودش رو داشته، نقشه های خاص خودشون رو داشتن و در طول تاریخ هم همینطور و امروز هم انسان مؤمن و مسلمان باید بیدار باشه، نکنه ناخودآگاه در دام شبهات یا شهواتی بیفته که دشمنان دین واسه ما تراشیدن تا اینکه دینمون رو از دست بدیم و ایمانمون ضعیف بشه. عکس العمل مسلمان در قبال این توطئه ها و نقشه های دشمنان باید چگونه باشه؟ باید راه استقامت رو در پیش بگیرد. چون قرآن فرمود و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. مواظب باشید که شما نمازتون رو بخونید. اقامه نماز خیلی مهمه. به همین خاطر در قرآن کریم ما همیشه از لفظ اقامه درباره نماز میشنویم. کمتر یکی دو مورد اومده که درباره نماز خوندن یصلی، اما عموما نماز اقامه میخواد. اقامه نماز اینه که حق نماز را ادا کنیم. حق نماز ادا کردن اینه که شما نمازی بخونید که در زندگیت مؤثر باشه. نمازی بخونی که احساس بکنی که از هم و غم دنیا راحت میشی. نمازی بخونی که احساس میکنی تو رو به خدا نزدیک میکنه. نمازی بخونی که احساس بکنی که داری یک واجب شرعی، یک تکلیف و یک واجب رو داری چیکار میکنی؟ ادا میکنی و انجام میدی. ولذا امر به استقامت در دین و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، پشت سرش ادای و پرداخت زکات هست که همیشه قرین نمازه در قرآن کریم. 140 یا چیزی بیشتر یا کمتر در قرآن کریم این عبارت، دو عبارت رو کنار هم میبینیم. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. و این قرین بودن و کنار هم بودن دلالت ویژگی خاصی داره و اون به این معناست که انسانی که نماز میخونه در ادای زکات هم که یک کار اجتماعی است فعاله. به یک معنای دیگه در دین ما انزوای از دین از جامعه معنا ندارد. یعنی انسانی که میگه من اهل تقوا و نماز هستم، خدا پرستم، باید جامعه هم رو با خودش داشته باشه. باید حال هوای اون فقرا و مستمندان و مساکین و نیازمندی های جامعه رو هم در نظرش باشه. نگه من در گوشه میستم عبادت خودم میکنم تو روز قیامت از عذاب جهنم نجات پیدا بکنم، مردم به من ربطی ندارن. نه، اینطور نیست. اقامه نماز به تو میگی که ادای زکات هم پشت سرش هست و ادای زکات یعنی که بری سوال کنی، کار کنی، زندگی داشته باشی، دخل و درآمد داشته باشی و رسیدگی بکنی به نیازهای جامعه. به نیازهای جامعه. پیامبر در اوج و قله قناعت زندگی میکرد، به حد اقلها میساخت، ولی بیشتری کنزه های دنیا هم زیر دستش بود. وقتی که فتوحات اسلامی شروع شد همه چیز در اختیارش بود، ولی خودش در قناعت زندگی میکرد. کجا خرج میکرد؟ نیازهای جامعه را برطرف میکرد. پس بنابراین کار کردن یک واجب شرعی است و رسیدگی به حال جامعه هم یک واجب شرعی است. پس بنابراین استقامت در این و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة اگر این گونه باشد، یعنی دیدگاه و انگیزه انسان مسلمان درباره تدینش اینطور باشد که هم خودش را بسازد و هم جامعه را با خودش بسازه، این یک انسان مثبتی است و انسانی است که خدا میخواد این گونه باشد. در مورد درس عبرت هایی که از این آیات ممکنه آیات 106 تا 110 سوره بقره در ذهن من ثبت شده و اینجا با هم مرور میکنیم و یادداشت کردم و ممکنه شما
بیشتر و بیشتر از من برای خودتون برداشت بکنید، میتونه اینها باشه. یکی اثبات نسخ در قرآنه. بسیاری از یا تعدادی از علما رفتن به این سمت که در قرآن نسخ وجود نداره، تمام آیاتش محکمه و تمام آیاتش حکمش به جای خودی باقی است. ولی حقیقت اینه که جمهور یا اکثریت علمای دین در طول تاریخ به این آیه، با توجه به این آیه، فرمودن که نسخ در قرآن کریم یعنی رفع حکم یا جابجایی و به از بین رفتن حکم وجود داشته و این حکمت داره. تجلی حکمت و لطف الهی در نسخ بسیار واضح و آشکار هست و غیر قابل انکاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما میبینیم حکمی نسخ شده است، در اونجا حکمت خداوند خیلی واضح و مشخص به ذهن ما میرسه و همچنین لطف و عنایت پروردگار در تخفیف یا در جابجایی احکام. وجوب تسلیم به اوامر الهی، یعنی وقتی نسخ میبینیم محک میزنیم ایمانمون را، همون اللهی که یه روز اینطور دستور حالا اینطور دستور میده. پس ما اگر مؤمنیم به الله سبحانه و تعالی اطاعت واجب هست. نکوهش سختگیری در دین، به این معنا که نکوهش سختگیری در دین، اگر کسی بخواد سوالهای عجیب و غریب بکنه که شبهه وارد بکند و مردم را در ایمانشون ضعیف بکنه، از نظر دینی چیه؟ این انسان مردوده و اصلا جایی در بحث ایمان و علم نداره. شناخت یهود و نصارا از اسلام خیلی بالاست، ولی ایمانشون و به همین اندازه هم حسدشون و عنادشون در راه دین با مسلمان‌ها بیشتره. علت کفر و عناد اونها هم همینه که اونها نمیخوان این حقایق برای همگان واضح و برملا بشه. درس دیگر اینه که صبر و استقامت در دین و عکس العمل مناسب با عملکرد کفار در شرایط خاص و مشابه آن هست. خب بعضی از فقهای اسلامی و مفسرین گفتن که آیه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم و همچنین آیه ما قبلش که اونجا فرمود فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامره، این آیه گفتن که منسوخه به آیات قتال، اذن للذین یقاتلون، دا آیات دیگر. ولی حقیقت اینه که هر آیه به همون سادگی هم منسوخ نیست، بلکه وقت و زبان و شرایط خاص خودش را داره. تقویت روح اخلاص و لذت از عبادت ها و آخرت طلبی در انسان مسلمان باید روز به روز بیشتر بشه. یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی وقتی که دستور میدهد به ما که با اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، با توجه به شرایط عجیبی که برای مبارزه بر علیه دین در جامعه وجود میاد و شبهه و شبهات و جنگ‌های فکری و جنگ‌های اخلاقی و الی آخره سرازیر میشه به جامعه اسلامی، اون چیزی که مهمه اینه که انسان خودش رو گم نکنه، در اون راهی که دارد استقامت به خرج بده، با اخلاص و از عبادتش لذت ببرد و آخرت را بطلبد. یعنی به انتظار مدح و ثنای این دنیا از دیگران نباشه. بله بینندگان، اجازه بدید با یک میان برنامه بریم به قسمت دیگر درسمون. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمت دیگری از آیات را در نظر گرفتم که اگر وقت شد انشالله با هم تمومش میکنیم و الا میسپاریم در درس آینده. تفسیر آیات 111 تا 113 سوره بقره. این آیات رو همطور که مستحضر هستید ما ابتدا تلاوتش رو میشنویم، سپس معانی کلمات و ترجمه آیات داریم، بعد از اون مفاهیم لغوی رو نظری و گذری داریم دربارش و همچنین در شرح و تفسیر آیات اون میپردازیم و در نهایت درس و عبرت ها. خب این آیات رو ابتدا بشنویم با صدای زیبا. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. بله بینندگان عزیز، این سه آیه 111 112 و 113 سوره مبارکه البقره
از اینجا شروع میشه و قالو یعنی و گفتند کیا؟ یهود و نصارا. چی گفتند؟ بذارید این کلمات دشواری که در این آیات نهفته هست رو زیر رو کنیم، یکمی معانیش رو معنا کنیم، بگیم، بعد بریم سر ترجمه. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارا. الجنه یعنی بهشت. و بهشت یعنی چی؟ جنت یعنی سرزمین پردرخت و جنگل انبوه از نظر پنهان. وقتی یک سرزمین اونقدر درخت و جنگل پرپشت و پر انبوهی پر از درخت باشه که وقتی انسان از لابلای اونها رد میشه کسی اون رو مشاهده نکند، بهش میگن جنه. و درباره معنای دنیویش هم صادق است. اصحاب الجنه که در سوره نون یا سوره قلم اومده هم همین معنا رو میده. جنه یعنی باغ و بوستان پردرخت و انباشته و از ریشه جیم و نون گرفته شده. حالا جنه یا جنه یا جنه هر سه معنای چیزی است که از نظر مخفی است و چون جنت یا بهشت از نظر ما انسان ها هنوز مخفی است، پس بنابراین این معنا بهش اطلاق میشه و به همین خاطر به جنینی که در شکم مادر است از همین ریشه گرفته شده، چون از ریشه جیم و نون هست، یعنی از نظر پنهان. و همچنین جن، چون از نظر ما انسان ها عالم ارواح هستند و پنهان هستند، بهشون جن گفته میشه. هودن یعنی یهودی. حالا این جمع است یا مفرده ما کاری نداریم، فعلا اختلاف نظر هست بین اهل لغت، کاری نداریم. اون چه که هست هودن یعنی یهودی و نصارا یعنی نصرانی یا مسیحی. به عبارت دیگر امانیهم یا جمع امنیه هست و امنیه هم یعنی آرزو و تمناها و خیالات. برهانکم، برهان یعنی حجت و دلیل قاطع. بلا به معنای آری یا بلکه هست و این حرف اجابت بعد از نفیه. یعنی وقتی یک جمله سوالی با نفی با حرف نفی شروع شد، حرف منفی شروع شد، در جواب بله نمیگیم، میگیم بلا، نمیگیم نعم. مثلا میگی که الیس الله باحکم الحاکمین، میگه چی؟ بلا هو احکم الحاکمین. یا الست بربکم قالوا بلا. پس همراه با استفهام میاد غالبا که معنای جمله رو عکس میکنه و به همین خاطر بهش گفتن که اثبات نفی شده است، یعنی اثبات جمله نفی شده. یعنی اون چی که به صورت سوالی به صورت منفی به ما میگن سوالی و منفی، با بلا چه کارش میکنیم؟ عکسش میکنیم. میگیم اینطور نیست بلکه اینطور است. اسلمه همون به معنای استسلمه هست، یعنی اخلصه، یعنی معنای تسلیم کرد و خالص نمود. بلا من اسلم وجهه، کسی که صورتش را یا پیشانیش را یا عزتش را، چون پیشانی و صورت نشانه عزت و غرور انسان است، در مقابل الله سبحانه و تعالی تسلیم کرد و اخلاص به خرج داد که نشانه اخلاص هست و احسان به کار برد. یعنی چی؟ یعنی در کارش محسن و نیکوکار بود. و محسن یعنی چی؟ شروط قبول عمل در اسلام دو تاست، یکی اخلاص و دیگری اتباع. اخلاص همون بلا من اسلم وجهه لله اینجاست، یعنی پیشانی اخلاص به درگاه خدا گذاشتن، یعنی کار را واسه خدا انجام دادن. و هو محسنون اینجا شرط دوم است. یعنی چی؟ احسان در عمل اینه که مطابق خواسته خدا کار بکنی. یعنی چی؟ اونطور که دستور داده. حالا دستورش در کجاست؟ در قرآن هست و در سنت، در فرمایش خدا و رسوله. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ان یقولوا سمعنا و اطعنا. سخن مؤمنین واقعی اینطوری که وقتی دعوت میشن، فرا خوانده میشن به سوی سخن الله و سخن رسول الله، میگن که چی؟ سراپا تسلیم میشن
خب پس بنابراین شرط قبول عمل یکی اخلاص است، دیگری اتباع. در مورد ترجمه این آیه مبارکه، آیه 111 112 و 113 به طور روان ما میتونیم اینطور بگیم که وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یعنی کفار اهل کتاب که هم شامل یهود و هم شامل مسیحی میشن، مسیحی ها. کفار اهل کتاب گفتند به بهشت وارد نمی شود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد. این آرزوی آنهاست، یعنی یک خواسته و تمنای اونهاست، تحقق پیدا نمیکنه. بگو ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اینها حجتتان را پیش کنید یا بیاورید اگر راست میگویید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. آیه 112 بلا من اسلم وجهه لله. اینجا معناش این میشه که بلکه کسی که کردارش را برای الله خالص گرداند و او محسن باشد، یعنی در انجام عبادت از حقیقت و حقی که در قرآن و سنت نازل شده پیروی کند، پس نزد الله ثوابش را دارد و محفوظ است و هیچ ترس و اندویی بر او نیست. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ خوفی نیست. خوف یعنی ترس. ترس نشان همیشه از چی داره؟ از آینده داره. و بیم همیشه از چی؟ از گذشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. عجیبه. یهودیان گفتند نصارا بر حق نیستند و نصارا گفتند یهودیان بر حق نیستند. این در حالی است که هر دوی آنان اهل کتابند و این چنین و هم یتلون کتاب، یعنی این در حالی است که هر دوی اونها کتاب میخوانند، یعنی اهل کتابند و کتاب دارند، کتاب آسمانی دارند. و این چنین گفتند جاهلان دیگری همانند سخن آنان، یعنی هم سخن مثل سخن آنها جاهلانی و نادانانی همین سخن را با هم تکرار کردند و گفتند که چی؟ دیگران بر حق نیستند. فالله یحکم بینهم یوم القیامه. پس الله است که روز قیامت در مورد آنچه که اختلاف کردند بین آنها قضاوت خواهد کرد. و این نشان میدهد که خداوند عزوجل به ترفنده های اینها نسبت به یکدیگر اعتباری قائل نیست. میگه که حتی اونهایی که اهل کتابند از یهود و از نصرانیه وقتی یکدیگر را باطل اعلام میکنند و حتی مشرکین، جهال در اینجا منظورش مشرکین هستند که خودشان را بر حق میدانند دیگران را باطل میدونند، همه اینها روز قیامت خداوند بین اونها چیکار میکنه؟ قضاوت میکنه. پس الله است که روز قیامت در مورد آنچه که اختلاف کردند بین آنها قضاوت خواهد کرد. اگه بخوایم به شرح و تفسیر مختصری بپردازیم در این مورد، میتونیم بگیم که نژادگرایی یهود و نصارا حتی در باب آخرت و تنگ نظری آنها در حجر رحمت الهی بسیار آشکار بود. یعنی حتی در مورد بهشت آخرت هم اونا تحکم میخواستن بکنن که بگن بله اونا خاص ماست. ولذا در جای دیگه میخوانیم که گفتن که چی؟ ما دوستان خدا هستیم و ما خداوند ما رو بیشتر دوست داره از شما و اولیای خدا هستیم. و اینجا هم گفتن که چی؟ آخرت مال ماست، شما نصیب و بهره ای ندارید. تا این حد. و ادعای کاذب و بی منطق و غیر عاقلانه اونها در انحصار بودن بهشت اونها یک حرف خنده‌دار و بی ارزشه که ارزشی در فرهنگ ایمانی نداره. رد زیبای قرآن در وسعت رحمت الهی و بیان معیار ارزش‌های سعادت بخش چه زیباست. اونجا که می‌فرماید بلا من اسلم وجهه لله. اینطور نیست. کسی نمیتونه رحمت خدا را محصور کند بر شخص و جماعت و قوم دیگر، بلکه اون چه مهم است اینی که انسان
مخلص باشه در کارش و مطابق امر و فرمان خداوند عمل بکنه. سبب نزول آیات در مخاصمه بین نصارای نجران و یهود مدینه در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ولی آیا مفاهیم و خطاب قرآنی منحصر به سبب نزول است یا شامل هر مورد مشابه در هر زمان و مکان می شود؟ مسلماً دومی. چرا؟ گفته شده این آیات و قالت الیهود لیست النصارى و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، این آیه گفته شد در زمانی نازل شد در شاید سال 9 هجری بود که عده‌ای از مسیحیان نجران در قسمتی از شبه جزیره اومده بودن مدینه و وقتی یهودی‌ها رو دیدن گفتن که شما بر دین نیستید، بر حقیقت نیستید، بر باطلید و یهودیان برگشتن همین حرف رو در مورد نصارا زدن. این آیات نازل شد. ولی ما میگیم که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، همطور که اهل تفسیر و اصولی های مفسرین میگن یا در اصول تفسیر یا علوم قرآن گفته میشه که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. یعنی چی؟ همیشه عبرت به عام بودن صیغه و الفاظ قرآن هست، نه به شأن نزول و یا سبب نزول. پس بنابراین قرآن کریم میخواد بگه که مسلمان ها، معیار مسلمان بر حق و مؤمن واقعی اینه که با اخلاص عمل بکند و اتباع داشته باشد، پیروی بکنه، از گذشته بیم و اندوهی بده، راه نده، برای آینده هم ترس و واهمه و هراسی نداشته باشه. مردم در حقانیت راهشان همیشه در جدالند و فقط آخرت کاملا مشخص خواهد شد. درس عبرت ها را من در 3 مورد خلاصش میکنم و خاتمه میدم درس امروز. این که انسان در گروه عمل خیش هست و به اصل و نسبش ارتباطی نداره. درست اصل و نسب در آخرت اگر که از اهل ایمان باشن تأثیر داره، ولی اصل اینه که هر انسانی در گروه عمل خیش هست. کل نفس بما کسبت رهینه. بسیاری از یهودیان و مسیحیان در کفر بدتر از مشرکینند و این واقعه کافران یهود و مسیح در کفرشان بعضی وقتا از مشرکین هم بدترند، چون از روی حسادت و جهل عمیق دارن اون حرف میزنن. اصول نجات بخش انسان ها در ایمان، اسلام و احسان است. اصول نجات بخشی که انسان ها در رسیدن به سعادت باید طی بکنن اینه که در ایمان هست، ایمان خالصانه، و اسلام که دستور خدا و رسول برش هست، و احسانی که اون اوج تقوا و خدا حضوری است. موفق و مؤید باشید. با درس دیگر شما رو به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.